خیشان بودن. من هم جناب امروز بهتر است برای اینکه امروز ثوابش رفته رسد. من از ایجادیات یک عبدالله مبارک گفتگی یک شخص بزرگ یک مناجاتشونه گفتنیم. الهی هر کی تو را شناخت و علمی مهر تو افراخت، هرچی غیر از تو بود بیانداخت. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ یا رب دلی پاک و جان آگاهم ده، آهی شب و گریه سحرگاهم ده. در راه خود اول ز خودم بیخود کن، بیخود که شدم ز خود به خود راهم ده. الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست. الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست. دستم گیر که جز تو پناهم نیست. الهی ادای شکر تو را هیچ زبان نیست. دریای فضل تو را هیچ کران نیست. و به هیچ کس سر حقیقت تو عیان نیست. هدایت کن ما را، هدایت کن ما را به راهی که بهتر از آن نیست. پیوسته دلم دم از رضای تو زند، پیوسته دلم دم از رضای تو زند. جان در تن من نفس از برای تو زند. گر بر سر خاک من گیاه روید، از هر برگ بوی وفای تو زند. به دقتتون رحمت. تشکر استاد، تشکر.